امکان برداشت مستقیم ایردراپ کتس امروز صبح فعال شده و توی این ویدیو میخوایم با همدیگه توکن های کتسمون رو برداشت کنیم. وقتی وارد ربات کتس میشیم از قسمت هوم میتونیم تعداد توکن های کتسی که بر اساس تسکایی که انجام دادیم، ویدیوهایی که دیدیم، عکس‌های گربه‌ای که آپلود کردیم و اینوایت هایی که داشتیم، دعوت هایی که داشتیم، تعداد توکن های کتسمون رو میتونیم ببینیم که اون بالا برامون محاسبه شده. برای برداشت ایردراپ باید روی دکمه ایردراپ بزنیم که اینجا تعداد نهایی توکن هایی که به ما تعلق میگیره رو نشون میده. اونجا حدوداً 73,000 تا بود، اینجا 348,000 تاست. یعنی اینکه بر اساس میزان فعالیتتون و اینکه اوجی پس داشتید یا نه، در نهایت مقدار بیشتری توکن کتس به شما تعلق میگیره. خب برای برداشت ایردراپ روی گزینه نان کاستودیال والت میزنیم، بعد کانتینیو و بعد کیف پول تون کیپر رو باز میکنیم. اینجا ثبت میکنیم تا کیف پولمون باز بشه. کانکت والت رو میزنیم تا کیف پولمون رو متصل کنیم به بازی. خب الان کیف پولمون متصل شد، به بازی هدایت میشیم و اینجا بعد از چک کردن آدرس روی سابمیت میزنیم. اینجا تراکنش برداشت باید انجام بشه. مجددا به کیف پول هدایت میشیم. برای تایید تراکنش و پرداخت کارمزد شبکه باید اسلاید تو کانفرم رو بزنیم. خب اینجا علاوه بر کسر 0.2 تن باید یک مبلغ کمی حدود 1 سنت رو هم به عنوان کارمزد شبکه بپردازیم. اون 0.2 تن هم در واقع کارمزدیه که خود بازی داره از ما میگیره. حالا شما قبل از اینکه این تراکنش رو بزنید قیمت روز توکن کتس رو یک بار چک کنید و ببینید که آیا براتون به صرفه هستش که این کار رو انجام بدین یا نه. خب همونطوری که میبینین تراکنش برداشت ما با موفقیت انجام شده و ایردراپ به این آدرسی که ما به در واقع بازی متصل کردیم واریز میشه.